سلام دوستای گرامی، ما در لب دریای آباددور قرطاق البته همراه سابق همکاران تلویزیون ریگرمون نشستیم. یک لحظه فارغ از تشویش های روزگار و همین گونه با هم یک صحبت ها می آراییم در لب همین دسترخوان خاکسارانه که اینجا ماهی قرطاق است. خیلی لذیذ است واقعا. نشسته با دوستان خوردن حتی یک پاره نان لذت بخش است. ما که در لب دریای قرطاق نشستیم، استاد ترسوزاده گفتن که رودی من عالم دیگر شد، تو همان هستی همان. سرزمینت پرثمر شد، تو همان هستی همان. واقعا این رود هزاران سال پیش همین گونه بود و امروز هم همین گونه به تغییرات مانده است. همین را استاد ترسوزاده خیلی وصف زیبا کردم. اما باز استاد لایق میگن که در لب دریای کوهی کاکلانت باد میرفت، آب دریا با هزاران ناله و فریاد میرفت. اما افسوس که امروز یک کاکلدار تقریبا که دیگر نیست، نه؟ یا هست؟ نه زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده. بله. سلامت باشید.